آلبوم نمای تایید شده پروژه کارفرما جناب منتظری، خیابان بلال اصفهان. دوستان، برخی از نماها برای تاییدیه به کمیته تخصصی سیما و منظر شهری ارسال میشن و فقط سر کار شما با شهرداری نیست و لازمه که شما همچین آلبومی تهیه بکنید. حالا چه نماهایی؟ خب قانون خاص خودشو داره. نمای ساختمان‌های بیش از 6 طبقه برای استخوان‌بندی اصلی شهر، مثل خیابان چهارباغ، بزرگمهر، محدوده اطراف میدان نقش جهان و یا با کاربری اداری و تجاری. و دلیلش هم اینه که خب اصفهان یک شهر تاریخی و با بافت سنتی هست که لازم هویت خودش حفظ کنه و نمای شما باید توسط تیم کمیته سیما و منظر شهری مورد تایید قرار بگیره و اصطلاحاً این نماها دفاعیه داره. با جلساتی که با حضور اساتید و مسئولین مربوطه برگزار میشه، طراح باید بتونه از طرح نمای خود دفاع بکنه که این برای خودش یک غول خیلی بزرگ هست. البته برای ما ساده هست چون کارمون هست. همونطور که مشاهده میکنید شیت ها شماره گذاری میشه، مهرها روش میخوره پس از تاییدیه، مهر برجسته سیمای شهری، و یک کد به شما میدن برای اخذ مجوز داربست از خدمات شهری که اون بالا سمت راست قرار داره و با اون شما میتونید برید و مجوز داربستتون رو بگیرید.